فرقی نمیکنه شغل چی باش. SMS هامون گاهی جالب میشه. حالا کاری ندارم به قسمتایی که میره تو حجم، اما میگفت یه آشغالی که از دست تو زمین میفته قامت یک نفر رو خم میکنه. اون شغل، اون کار، میگفت به سلامتی اون مردی که میره از توی آشغالان نون در میاره. دیدی تا کمر میره تو سطل آشغال. 1000 مرتبه شرف داره به اون نامردی که میره از تو زندگی مردم نون در میاره. مرد شرافت کجاست؟ برای انسان‌های شرافتمند داریم درس می‌زنیم. یاد بدیم پدر دوست داشتنیه. به سلامتی اون بابایی که لباساش بوی خاک میداد اما دستاش بوی نون میداد. امیدو میآورد تو اون خونه. این بابا دوست داشتنی. میشه پرنده باشی اما رها نباشی، میشه دلت بگیره اسیر غصه هاشی. حالا که آسمونم دنیای تازه‌ای نیست، اون وقت یه جا بشینی محو گذشته باشی. ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی. برای من دست بزنید ولش کن. من خواننده نیستم که، ادای خواننده. آقا یه خورده حال هواتون رو عوض کنم. داشتیم میومدیم امشب یک ترافیک حال به هم زنی بود، دیدید دیگه. حالا ما تو این ترافیک داشتیم زجر میکشیدیم، یه راننده نیسان کاری با ما کرد که چنگیز مغول با ایران نکرد. دیدی راننده‌های نیسان به قاعده خودشون رانندگی میکنن. حسین میگفت پشت یک پراید من دیدم نوشته بود اعوذ بالله من النیسان الرجیم، که اینا ببین چه کار میکنن. اما میگفت فکر کنم دوره آخر از زمانم شده. گفتم چطور؟ گفت پریروزا تو محلم یه نیسانی پیچید تو فرعی راهنما زد که در قاموسشون نمیگنجه از این چیزا استفاده کنه. او مای گاد خدای من. پیام شما به گوش من رسید. یه مقدار آرامش خودتون حفظ کنید. فقط گفتن برو یه شماره ماشین اعلام کن، مثل که خودش برداشته طرف. من اومدم که آره اینو نگاه کن. خیلی ترکیب قشنگه. چه تیپ اسپورت. پیر مرد تو خجالت نمیگی تیپ اسپورت برای یه جوان 18 ساله است. مشکی هم که رنگ عشقه و تو خوبی. پاتو از زندگی من بکش بیرون حسن. واسه چی؟ پات بو میده. میدونید که اخیراً سازمان ملل جوراب‌های امیر احمدی رو جز سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرده. پای من بود. واقعاً که غلط کردم تسلیم. زنده باشی. نه تو از بچگی مشکل داشتی. بچگی بود، این نارسایی ذهنی داشت به جون خود. با باباش رفته میوه فروشی، هی توت فرنگی‌ها رو می‌خورد. میوه فروشه گفت بچه چقدر توت فرنگی می‌خوری؟ باباش گفت آقا جان بچه عقب مونده است نمی‌فهمه. گفت مرد حسابی اگه عقب مونده است چرا پیازا رو نمی‌خوره؟ من دوست دارم دیگه. شما رو میسپارم به ایشون و خدا. تو میدونی و خودتو به جان تو دیگه یه ذره آروم براش دست بزنید. برن آقای بری عزیز بیا برو بالا، گورتو پرت کن برو.